الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به ما سوال آمده است که در اونجا گفته می شود یک انسان عملی را انجام داد، کاری را انجام داد، اما بعد از این قسم خورد که زنم طلاق شود که من همین کاری را انجام ندادم. یعنی کاری انجام داده اش را رد کرد، گفت که من انجام ندادم و بر بالای این با بزنش قسم خورد. اعوذ بالله من ذلك. البته اولا انسان یک کاری را انجام داد باید به سر بگیرد که انجام داد. انجام ندادن گفتن این یک دروغ است و دروغ این بدترین عمل است و گناه کبیره است و برای مسلمان این جایز نیست و گناه کبیره در حقیقت گناه بینهایت وزمین است که ما در گروه بیان سنت و کشف بدعات در مسائل گناه ها ذکر کردیم. و اما گناه این بنده با شدیدتر است، زیرا که گفت زن طلاق شود. یعنی اگر من همین کار را در حقیقت انجام داده باشم زنم طلاق شود گفته است. اعوذ بالله من ذلك. در حقیقت اگر کار انجام داده باشد زنش طلاق است، اما یک طلاق است، برای آنکه طلاق شرط حتما واقع می شود. یعنی این شرط گذاشت، شرط این است که اگر کرده باشم، یعنی اگر به شرط آن که این عمل را انجام داده باشم زنم طلاق شود، زنش به همین سخنش طلاق شد. ببینید، یک طلاق افتید و البته با این زنش بینیکاه در مدت 3 ماه باز با که همون روز به نزدش رود، با هم خوبگی بکند، زنی شویی بکند، البته با زنش به نزدش باز میگردد، با که ندارد، اما یک طلاق رفت. اگر همین عمل را 3 بار انجام بدهد بعد از این باقی مانده زندگیش حرام می شود. اگر نفهمیده با زندگی کند زندگیش حرام می شود. برای همین ما نصیحت میکنیم به دوستان و برادران و به مسلمانان که از این چنین سخنهای جاهلیت و از این چنین صفتهای بد و رذیل که بینهایت صفتهای قبیح است دور باشند، پاک باشند و از این چنین عملها دست کشند. زن را در این عملهای ناچیز همراه نکنند، طلاق را همراه نکنند، زیرا اگر در حقیقت این عمل را انجام داده است و میگوید که انجام ندادم و زنم طلاق شود، این چنین سخنها میگوید، اعوذ بالله من ذلک، طلاق واقع می شود. این باب هزل و شوخی را نمی بردارد. پس بینهایت این گناهی بزرگ است.